بیشتر مردم تقریبا 80% خارجی‌ها تو اروپا فکر میکنن من هندی هستم، ولی خب در نهایت من بهشون میگم نه، من ایرانی هستم و کرد هستم. خب این موضوع برای من خیلی پیش اومده که وقتی خواستم خودم معرفی کنم گفتم من ایرانی هستم و کرد هستم و خب بعد یک تناقضی براشون به وجود اومده که بالاخره ایرانی هستی یا کرد هستی، مگه اصلا ایران کرد داره؟ حالا یک عده اصلا نمیدونن که حتی ایران کرد داره. خب بعد در نهایت من براشون توضیح میدم که خب من ایران به دنیا آمدم، پدر مادر من هم ایران به دنیا آمدن، مادر بزرگ پدر بزرگ من هم ایران به دنیا آمدن، ولی اجداد ما کسانی بودن که کردهایی بودن که حالا از ترکیه به ایران مهاجرت داده شدن به خاطر پاسداری از مرزها و من به کردی هم حرف میزنم، یعنی اصالت من کردی هست و خب همیشه اینو با افتخار برای همه توضیح دادم که ایران کشوریه که داخلش اقلیت‌های مختلفی زندگی میکنن، کرد زبان، ترک زبان، عرب زبان و همه کنار هم هستن و حالا خوشبختانه تا الان هیچ مشکلی نبود و این افتخار آفرینه برای من. خب من خیلی وقتا پیش اومده که وقتی خودم تنها بودم و برای خودم ساز زدم و خوندم و حتی بدون اینکه بخونم حالا یه سری ملودی هایی که از اساتیدم یاد گرفتم که خیلی قدیمی هستن و حالا خودم بدون کلام بودم و خودمشون کلام گذاشتم خوندم، و یا وقتی یه سری قطعاتی رو میخونم که خیلی قدیمی هستن و کردی های خیلی قدیمی هستن که از مادر بزرگم شنیدم، از مادرم شنیدم میخونم، خیلی پیش اومده که در تنهایی خودم گریه کردم و انقدر اون لحظه واقعا خدا رو کنار خودم احساس کردم، خدا رو در وجود خودم احساس کردم، نزدیک خودم احساس کردم که این حس بهم دست داده که وقتی خودم سازم رو برمیدارم و خودم برای خودم ساز میزنم و میخونم، ناخودآگاه اشک از چشام سرازیر شد و گریه کردم و به همون حالتم ادامه دادم و خوندم تا به آرامش رسیدم. غصان جان من خاری لیاری لیاری حوالی دیدار. خب یک از دلایل علاقه من به موسیقی باروک و این که اصلا کلا چرا من این موسیقی رو انتخاب کردم به این دلیل بود که من شباهت خیلی نزدیکی و بین موسیقی باروک و موسیقی ایرانی خودمون دیدم و همون موسیقی مقامی خودم دیدم و دیدم که دقیقاً تکنیک های اینا در آواز خودشون دارن، در خوندن خودشون دارن که ما هم مشابه همون رو در آواز ایرانی داریم که مثل تحریرهای خودمون میمونه و خیلی نزدیکه و اصلا دلیل نیازی نیست که من بخوام جای صدامو عوض کنم، از یک پوزیشن دیگه بخونم و فقط خیلی با همون صدای طبیعی خودم و همون طوری که در آواز خودم در موسیقی مقامی، فولکلوری، کردی یا حالا هرچی آواز ایرانی میخونم همونو میتونم در همین موسیقی یک مقدار با تکنیک بالاتر اجرا کنم و فقط دلیل انتخاب من از انتخاب موسیقی باروک همین بود که خیلی شباهت نزدیک دارم و کلا وقتی که من یک موسیقی باروک گوش میدم همون حسی رو به من دست میده که موسیقی ایرانی گوش میدم، دقیقاً همون حس مشابه رو دارم.